با زیر 100,000 تومان میخوام بهت یه سالاد سزار یاد بدم که تو رستوران بعد 380 تومن پولشو بدی. بریم تو کارش. ابتدا سینه مرغمون رو روش یه دونه کیسه میذاریم و بیفتک کوب میکوبیم و بازش میکنیم. داخلش خردل میمونه که دوست داشتین میتونین داخلش بذارین و به این صورت رول کنیم بره داخل فریزر 2 ساعت خودشو بگیره. برای سسش مایونز میخوایم، خردل میخوایم، لیمو ترش تازه، یه مقدار نمک، سیر، اگر نداشتین پودر سیر، روغن زیتون بابو و کلی پنیر پارمزان. این روش ایرانیزشه. پاهوی رسمی میخوایم، شستیم تمیز گذاشتیم کنار. گوجه گیلاسیره میذاره خطرناک برش میدیم. نانهای توست به صورت مربعی برش داده میشه، روغن زیتون بابو و پودر سیر میزنیم و تو تاب سرخ میکنیم یا توی فر گریل میکنیم. برای رول سوخاریمون تخم مرغا رو هم میزنیم، از حالت لختگی که در اومد پودر پانکو هم یه ظرف دیگه میذاریم. این مراحل رو با هم 2 بار تکرار میکنیم تو روغن خیلی فراوون و داغ، همه طرفش سرخ میشه و تمام. این هم میشه رخ جذاب رول سوخاری ما. بچه‌ها این به اندازه 3 تا فیله سوخاری مرغ بودا. در نهایت نونها رو دوباره کنارش میذاریم، از اون سس جذابی که درست کردیم روی سالادمون میریزیم و در آخر یه پنیر پارمزان میریزیم. دیگه کار تموم میشه.